کاری که میخوان با مسافرخونه انجام بدن غیر عادیه. ببین، من نمیتونم این خبر رو پوشش بدم. دوباره رفتم سراغ نواد. میدونیم که رویاهای ما برای بی خانمانها و برنامه‌های توانبخشی معتادین همیشه با دیدگاه مسئولین برنامه‌ریزی شهر مطابقت نداره. اینو میدونیم. اسلیم، باهات شوخی نداره. پولمو پس بده. تو فقط داری به سمت نابودی میری. بذار سعی کنم برات از کسی کمک بگیرم تونی. نظرم عوض شده. باید فردا پخشش کنی. نه، امکان نداره. اگر امروز از اینجا نرن حالا میبینید و متوجه میشید. فقط توی همین محله خودمون علیه این پیشنهاد 45 تا امضا جمع کردم. شهردار، بیاید این ماجرا رو تموم کنیم. کارش تمومه. آقای سیسیر، این زیباترین هدیه کسی که سفید پوست یا یه سیاه پوست دریافت کردم. به مرکز امید خوش اومدی.